دوستای قشنگ آتیلند، سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خوشحالم از اینکه میبینمتون. روز زیبای آفتابیتون بخیر. البته نمیدونم الان اونجایی که شما هستید هوا چجوریه، آفتابی بارونی، به هر حال هر چیزی که باشه زیباست. روز خوبی داشته باشید دوستای گلم. متشکرم از حمایتاتون تا اینجای کار. از دیشب هلوش ساعت فکر میکنم 12 که من اولین پستم رو گذاشتم، ویو 25 گرفتم و خیلی خوشحالم. متشکرم از اینکه نگاه کردید. امیدوارم دوست داشته باشید. منم تمام تلاشم بر اینه که محتوای خوبی تولید بکنم و حداقل مفید باشه. امروز برنامه من دوچرخه سواری هستش و قراره که شهر زیبای سلاله رو بهتون نشون بدم. اینجا خیلی باحاله، همین که آب و هواش خیلی باحاله، همونطور که قبلا گفتم، هم این که سرسبزه، برخلاف چیزی که خیلی تصور میکنن از عمان که عمان خیلی همه جوش خشک و کویریه. اینجا سلاله است. سلاله خیلی سرسبز و قشنگه. و اینکه بچه‌ها من تصمیم گرفتم که علاوه بر آشپزی و دوچرخه سواری و شنا و کمپینگ و آشپزی در طبیعت، ما کتاب خوندن هم داشته باشیم، که چون یه عادت فوق‌العاده خوبیه و من خودم آدم خیلی تنبلیم تو کتاب خوندن. بنابراین نه حالا خیلی زیاد، ولی مثلا یه بخش کوچیکی هم اختصاص بدیم به کتاب خوندن که یه ذره فرهنگ کتاب خوندن رو ترویج بدیم و عادت هامون رو یکم دستکاری کنیم، دستکاری مفید که خیلی خوبه دیگه. خلاصه خیلی متشکرم از اینکه همراه من هستید. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. برو که بریم. دوستای قشنگم سلام، من اومدم که آماده شم برای اینکه روز خوبم رو شروع کنم. امیدوارم که شما هم روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید. الان صبح برای من ساعت 1 ظهر و من ساعت 11 بیدار شدم و اینکه چشام پف داره ببین. و اینکه ساعت فکر میکنم 4 قراره برم جایی، کاری دارم باید انجام بدم. وقتی که برگشتم فکر کنم دیگه هلوش 6 بشه، میریم با هم دوچرخه سواری، میریم استارتمون رو میزنیم و من جاهای خوشگل اینجا رو بهتون نشون میدم. امیدوارم که دوست داشته باشید. الانم من برم به کارام برسم، میخوام استانبولی درست کنم، دوش بگیرم و حالا به کارهای شخصیم برسم. در خدمتتون هستم، میبینیم همو به زودی و قراره کلی بهمون خوش بگذره. مرسی 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 از اینکه تماشا میکنید و نظراتتون رو به من میگین. دوستتون دارم. روزتون بخیر. دوستای قشنگ آتیلند، سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حسابی خوب باشید. چقدر ضد نور شدم. آره امیدوارم که حساب خوب باشید. من طبق قولی که داده بودم امروز میخوام بریم دوچرخه سواری کنیم و اینکه بچه‌ها من قبلش یه فیلم گرفتم، منتها عمودی گذاشته بودم، گفتم که توی یوتیوب خوب نمیشه، بنابراین الان افقش کردم دیگه. متاسفانه نرسیدیم که شما مراحل آماده سازی رو ببینید. بذارید بهتون بگم. اول از اینکه همیشه یه قوقای آب همراهتون باشه. تو ورزش همیشه آب بخورید چون که بدنتون خشک نشه، دهیدراته نشه. خب پس این است آب. و من همیشه یه دونه کیف کوچولو دارم که نصب میشه روی دوچرخه‌ام. آره نصب میشه روی دوچرخه‌ام و مثلا گوشیم، چیزای کوچولو موچولو که دارم رو میذارم توش. بعد اینکه ضد آفتاب یادتون نره هر جایی که میرید، نه فقط دوچرخه سواری و ورزش، خیلی مهمه، حتی مخصوصا توی هوای ابری. و من همیشه این تایما شروع میکنم. الان ساعت 6:20 است، به خاطر اینکه سر ظهر یا صبح خیلی دیگه گرمه، آفتاب خیلی زیاده و خیلی هوا گرمه.
دیگه من اون تایما بیرون نمیرم. و اینکه نمیدونم چه به نفس افتادم. خب من کلا همون سرم میکنم چون باید ایمنی رو توی هر کاری رعایت کرد. اینا در اومد. ببخشید فکر کنم اینجا الان صدای کوچولو به هم ریخته باشه دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. من حالا بریم جلوتر. اونجا راجع به بحث صدا و میکروفون صحبت کردم، اینکه خوبه که میکروفون داشته باشیم. کسی که حالا فعالیت دارن تو یوتیوب خوبه که میکروفون داشته باشن که صدا خوب بره و بیاد. نمیخوام خیلی الان وقتتون رو بگیرم، یه دوری بریم بیرون بزنیم. چقدر آخه خوشگلن، صورتی نارنجی، واقعا زیباست. الان میریم همه جا رو بهتون نشون میدم، واقعا اینجا جای زیبایی، خدا رو شکر. خب بریم که شروع کنیم دوچرخه سواری رو. امیدوارم که حسابی لذت ببرید، دوست داشته باشید. اگه دوستان دوست داشتید و خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظراتتون رو واسه من کامنت کنید. خیلی خوشحال میشم. متشکرم. برو که بریم. عمان کشوری زیبا و آرام در جنوب خلیج فارس هست. این کشور به خاطر امنیت بالا، مردم مهربون و فرهنگ اصیلش خیلی شناخته شده است. چیزی که منو بیشتر جذب کرده طبیعت خاصشه. یه جا میتونی کوه رو ببینی، بیابون بری و بعدش بری کنار دریا. واقعا جاییه که بافت سنتی و مدرن رو با هم داره. مسقط پایتخت عمان، شهری که با بقیه پایتخت‌ها خیلی فرق داره. نه آسمون خراش‌های بلند، نه ترافیک سنگین و ساختمون‌ها همه سفیدن با یه معماری سنتی خاص. بازار مطرح خیلی معروفه، یه جای رنگارنگ و زنده و مسجد سلطان قابوس واقعاً دیدنیه، مخصوصاً گنبد آبی رنگش. و قشنگیش اینه که توی خود شهر هم دریا هست هم کوه. من در کشور عمان و شهر سلاله زندگی می کنم. واقع در جنوب عمان که واقعاً با بقیه کشورها فرق داره. مخصوصاً تو فصل خریف که هوا خنک و بارونی میشه و همه جا سرسبزه. سلاله پر از نخلستانه. آبشار داره، کوه و دریا هم نزدیک به هم و برای دوچرخه سواری عالیه. چون هم مسیرهای بکر داره هم مناظر قشنگ. اگر دنبال یه تجربه خاص تو عمان هستی حتما باید سلاله رو ببینی. من اینجام تا کمکتون کنم بیشتر با این کشور زیبا و پهناور آشنا بشید.
dripping like gold. You got me so wild, dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. قشنگای من، خلاصه که امیدوارم تا اینجا حسابی لذت برده باشین، دوست داشته باشید، دوست دارید چون خیلی قشنگه. آب خیلی خوبه، یعنی وقتی که من خیلی تشنمه واقعا آتشم رو نه آب میوه میگیره نه بستنی نه فالوده، با اینکه فالوده خیلی خیلی دوست دارم، ولی واقعا آب سرد میگن که خیلی برای کبد خوب نیست. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما خیلی خوب نیست برای کبد یا نه؟ اینا همه فکته. به هر حال که من خودم سعی میکنم آب سرد نخورم زیاد عزیزم، ولی خب وقتا که واقعا واقعا وقتی گرمه، مخصوصا تابستون فقط آب یخ میچسبه. خب بریم که داشته باشیم ادامه دوچرخه سواری رو. دوستای گلم، من سعی میکنم که این ویدیو هم بیشتر از 20 دقیقه یا دیگه حد اکثر نیم ساعت نشه که شما اذیت نشید. برو که بریم ادامه ماجرا رو.
متفاوت هست. اینم از اقیانوس وحشی. خب اینجا دقیقا ویو رو ببینید، روبروی اقیانوس اینطوری قلپی میپری تو استخر شنا کنی، بعد گشنت میشه، میای این رستوران خوشگل واقعا اشتها رو باز میکنه. اینجا غذاتون میخوری و ادامه ماجرا. عالی. دوستای خوبم، عزیزای دلم، همراهان قشنگ آتیلن، گرچه که الان تعدادتون کمه ولی واقعا برای من خیلی با ارزش هستید همتون، تک تکتون، و واقعا ازتون ممنونم. خب به انتهای این برنامه رسیدیم. امیدوارم که دوست داشته باشید، براتون جالب بوده باشه. شما هم دوچرخه سواری میکنید یا نه؟ اگر آره که حتما اینجا برام بنویسید کجاها میرین و تو کدوم شهر زندگی میکنید. خلاصه که خیلی خیلی متشکرم ازتون به خاطر نگاه قشنگ و سبزتون. خداحافظی میکنم باهاتون. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید حتما که همدیگه رو پیدا کنیم، دوباره گم نکنیم همدیگه رو، و خیلی مراقب خودتون باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.